چطورین؟ به آموزش دیگه با من خیلی خوش اومدید. امروز حقیقتا نمیدونم واقعا میخوام چی درست کنم، ولی میدونم که چیز خوشمزه میشه. اول از همه یه لیوان میاریم، توش عصاره وانیل یا سیروپ وانیل و کارامل و اینجور چیزا. الان بهتون نشونش میدم. اینه بچه‌ها، اینو میریزین تهش، میبینین که حالت قهوه‌ای طور شده، این همون. بعد حالا توش موز و عنبر رو هم میزنیم به طوری که له بشه کامل. خب ته لیوانمون سیروپ رو میریزیم، بعد روش این موادی که آماده کردیم و که توش عنبر و موز داره رو میریزیم. اوکی؟ خب این از این محلولمون فاین نداره. یک مقداری خیلی کم، نصف لیوان شیر میریزیم داخلش و هم میزنیم. بعد قهوه فوری که از این قهوه ها برمیداریم، 2 تا من ریختم توش، توی یک بطری میریزیم و اینو خیلی زیاد همش میزنیم که شبیه فوم قهوه در بیاد. شاید چون آب جوش زیاد ریختم اونجوری که میخوام در نیاد، ولی باید در بیاد. به مقداری قهوه میریزیم. اگه شما هم مثل من چیزای تلخ زیاد دوست ندارین شکر بریزین، به خاطر قهوهش شکر زیاد شد. به نظرم کافیه. بقیه قهوه رو میریزیم و خوب همش میزنیم. مثل همیشه یه دونه نی برمیداریم و حالت میدیم بهش اینطوری. فرق نمیکنه، خیلی رندوم. امیدوارم که جدی زنده بمونه. خوب شد. پیشنهاد میدم که حتما امتحانش کنید. شما یخ بریزید، ما یخ نداشتیم متاسفانه. بعد همین دیگه. بعد این معجزه میکنه بچه‌ها، این واقعا معجزه میکنه. هر چقدر تونستین بریزین. الان مامانم تو خونه است، نمیتونم زیاد بریزم.